اگه پولش تامین شد این پول کجاست؟ از کجا تامین شد؟ اگر تامین شد کی خریده شد؟ چه جوری خریده شد؟ کافیه یه سند، یه فاکتور بزنید رو سایت‌ها. چطور بلدید بین اون بیانیه بدید؟ یه سایت نمیتونید بذارید که تمام این فاکتورها، تمام این قراردادها رو بنویسید توش؟ بنویسید که آقا وی آر 10 تا 20 تا 30 تا یه دونه. الان بالاخره در مورد هزینه ها هم صحبت دیگه. این هزینه وی آر چقدر میگن؟ $700,000 دیگه. هر وی آر $700,000، 6 تاست، یعنی 4 میلیون، تقریبا 4 میلیون دلار. خب 4 میلیون دلار مگه الان علف خرسه که راجبش حرف نزنیم؟ باید دربارش حرف بزنیم. 4 میلیون دلار در فوتبال این کشور. نمیدونم آیا بگم نمیدونیم چی شده که بعدا بازخواست نشیم. اصلا در مورد شرکت گفتن محرمانه اسمشون رو گفتن یه شرکت چینی هستش. حالا اینکه کاراییش چقدر هستش و چقدر داره به ما کمک میکنه واقعا جای بحث. ببین اینم خوب نیست که من اصلا اینو واقعا دوست ندارم اینو بگم. خوب نیست که پشت داستان تحریم ها قایم بشیم به خاطر بی‌کفایتی های خودمون. تحریم ها هست، ظالمانه هم هست. بارها هم گفتیم آقای فیفا تو خود از همه ظالمتری، تو خود از همه دروغگوتری. آقای رئیس فیفا شخصا دارم خودتو میگم، خود شخص اینفانتینیو رو میگم، از همه دروغگوتر خود شمایید که همش میگید ادعا، همش میگید ادعا، همش میگید صلح، همش میگید دوستی، اما یه 2000 دوستی برای این کشور نشون نمیدید. فقط میایید آقای تاج بغل میکنید میرید، همین. هیچ کاری هم برای فوتبال ایران نمیکنید. ممنوع تحریم شما به عنوان رئیس فیفا دستور بده که من رئیس فیفا هستم میگویم که وی آر به ایران برود. تمام برود دیگه. اگر تحریم مشکله، اگر تحریم مشکله ها، مگر اینکه تحریم مشکل نباشه، فقط آقایون خودشون رو پشت تحریم ها قایم